السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستا، حضار، همگان، به امید صحتمندی شما انشالله امروز در این مبحث چهارم مسئله دعا چند مسائل را مورد بحث می داشته باشیم. اول مسئله بلند کردن دستا در دعا که رفع الیدین در دعا هست. بعد مسئله دوم مسح کردن امی دست ها بر روی که معمول مسلمان ها به می شکل است. و مسئله سوم بعد از اینکه امام نماز تمام میکنه، البته تمام نماز چه وقت میآید که سنت هم ادا شود، چرا سنت متممات فرایض است، تا که سنت تمام نشود اطلاق تمام نماز بر این نمی شود. وقتی که امام نماز تمام کرد یعنی فرایض سنت همه را ادا کرد، روی خود به طرف انحراف میکنه بعد از سلام و به طرف مقتدیا. این را هم ثابت میکنیم. اولین مسئله از این است که رفع الیدین در دعا، دست بلند کردن در دعا چه حکم داره؟ صفحه به دست دارم، مستدرک امام حاکم است، مجلد دوم، صفحه 225. صفحه 225 باب وضع میکنه، باب رفع الیدین عند الدعا، باب 790 هست. در اینجا از رسول صلی الله علیه و سلم یک حدیث را طویلا به روایت حضرت عمر رضی الله تعالی عنه است می فرماید که وقتی بالای پیامبر صلی الله علیه و سلم وحی نازل شد و او که کدام آیات بود، 10 آیات اونا نازل شده بود. بعد رسول صلی الله علیه و سلم امی چهره مبارکش تغییر کرده بود. خب رو به طرف قبله کرد، بعد از مکسی که چند دقایق کرد رو به طرف قبله کرد و دست بلند کرد. فرمود که فانزل علیه یوما فسکتنا ساعتا فاستقبل القبله. پیامبر علیه السلام مستقبل القبله استاده شد و رفع یدیه، دستای خود بلند کرد و گفت اللهم زدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تهنا واعطنا ولا تحرمنا واثرنا ولا تؤثر علينا. بعد وارض عنا وارضنا دعا میکنه رسول صلی الله علیه و سلم. در امی صفحه در نمبر حدیث 2005 است. حدیث دیگری را روایت میکنه که ان الله لیستحی، الله تبارک و تعالی به روایت سلمان رضی الله عنه است که رسول صلی الله علیه و سلم فرموده الله تبارک و تعالی هر آینه حیا میکنه من العبد، از عبد و بنده ای که ان یرفع الیه یدیه، که بنده به سوی الله تبارک و تعالی برای درخواست حوایج دستای خود بلند بکنه، فیردهما خائبتین، که الله تبارک و تعالی دستای از را خائب و خاسر یعنی بدون از اینکه دعایش قبول بکنه رد بکنه. یعنی خداوند چنین نمیکنه بلکه حیایش میه. اگر کس تضرعا خاشعا و او شرایطی که برای دعا مذکور است به حقیقت به خشوع و تضرع دستای خود را به الله تبارک و تعالی بلند بکنه، خداوند دعایش میپذیره. در همین مورد 6 احادیث در همین صفحه ذکر کرده. این مسئله ازی بود که دست بلند کردن در دعا از این ثابت است. کتابای خیلی از این مسئله بحث کرده. یک کتابی که به دست دارم جامع است، 3 رساله در این مورد جمع شده، 3 رسائل فی استحباب الدعا و رفع الیدین فیه. 3 رساله در مورد استحباب دعا و رفع یدین کردن در او بعد از صلات مکتوبه. یک رساله، 3 رساله از 3 علما در این مورد وجود داره. در اونجا تقریبا 100 احادیث را جمع کرده. و بلند کردن دستها در دعا یک امر متواتر هست، چنانی که ظفر احمد عثمانی در اعلاء السنن بر این مسئله تصریح کرده. مسئله دوم ما که مسح کردن دست هاست بر روی، او را بیان می کنیم. بازم اولا سنن ابن ماجه. سنن ابن ماجه به دست دارم، صفحه 246 هست، 75 با معذرت، صفحه 275 است. باب وضع میکنه، باب رفع الیدین فی الدعا.
بعد بیان این مسئله را می کنه که عن ابی عثمان عن سلمان عن نبی صلی الله علیه و سلم ان ربکم حی کریم، الله تبارک و تعالی حی کریم است، یستحی من عبده ان یرفع الیه یده فیردهما صفراء، ای که او را خالی روان بکنه. خداوند حیایش می از این مسئله. پس رفع الیدین هم به لفظ یرفع الیه یدیه ثابت شده، یرفع الیه یدیه. و حدیث دیگری را هم ذکر کردم اینجا که ای با روایت ابن عباس رضی الله تعالی عنه است: اذا دعوت الله فادع ببطون کفیک. وقتی که دعا می کردی رسول صلی الله علیه و سلم می فرماید به ابن عباس رضی الله عنه، وقتی که دعا می کردی با بطون کفت، با باطن دست خود دعا بکو، یعنی ظاهر به پشت دست دعا نکو بلکه به مقف دست دعا بکو. ولا تدعو بظهورهما فاذا فرغت فامسح بهما وجهک. وقتی که فارغ شدی باز بعد از او مسح بکو به می دستای خود وجهک، روی خود را. امی احادیث را مستدرک امام حاکم هم مذکور کرده در مجلد دوم صفحه 227 کتاب مشهور خود. باب وضع کرده باب مسح الوجه بالیدین بعد الدعا، مسح کردن روی به واسطه دستها بعد از دعا. عن عمر رضی الله تعالی عنه، از عمر رضی الله عنه روایت است که می فرماید ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان اذا مد یدیه فی الدعاء، بود رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که دراز می کرد دستای خود را در دعا، لم یردهما، پس رد نمی کرد، حتی یمسح بهما وجهه، تا ای که مسح می کرد به او روی خود را. بعد از این که روی خود را مسح می کرد، بعد از او رد می کرد دستای خود را پایین. و باب دیگر وضع کرده از سوال به بطن الاکف، سوال کردن به بطون دستا. همون روایتی که از ابن ماجه پیش کردیم پیش کرده: اذا سألتم الله فاسألوه ببطون اکفکم ولا تسألوه بظهورها وامسحوا بها وجوهکم. به این شکل از ابن عباس رضی الله تعالی عنه روایت است در مستدرک امام حاکم. و مسئله سیومی که بیان می‌داریم این مسئله است که بعد از اینکه امام نماز تمام میکنه، سنت و فرایض را ادا میکنه، اختیار داره که آیا چون امر مستحب است دعا، روی خود به طرف مقتدیا دور میته. ثبوت داره این مسئله، کتب فقهی ما این مسئله را بحث کرده. ما یکی از شروحات کتب فقهی خود را به دست دارم، حلبة المجلی و بغیة المهتدی، شرح بنیه مصلی هست. در صفحه 222 مجلد دوم می فرماید که و ان شاء استقبل الناس بوجهه، اگر می خواست کار نداشت به حوایجش، دما قبل گفته که اگر حوایج داشت بره و به طرف حوایج خود، و اگر می خواست روی خود به طرف مقتدیا دور بوده، چنانی که معمول امروزی ما هست. علمای ما به می شکل عمل دارن. بعد دلیل پیش میکنه: ففي صحیح البخاری، از صحیح بخاری عن زید بن خالد الجهنی روایت است که انه قال صلی الله علیه و سلم صلى بنا النبی، نماز خوان برای ما نبی صلی الله علیه و سلم صلاة الصبح، نماز صبح در حدیبیه، على اثر سماه كانت من الليل فلما انصرف اقبل على الناس، وقتی که از نماز خلاص شد روی خود را به طرف مقتدیا دور داد. به می شکل می کنیم ائمه مقتدی، ائمه مساجد امروز که بعد از اینکه نماز صبح را تمام بکنه روی خود را به طرف قبله به طرف مقتدی ها دور میته و بعد دعا میکنن، چنانی که از همین حدیث صحیح بخاری معلوم میشه. و در صحیح مسلم هم به می شکل مذکور است که کان النبی صلی الله علیه و سلم اذا صلى، وقتی که
نماز خواند، از صبح نماز صبح را اقبل علینا بوجهه، روی خود را برای ما دور میداد. باز می فرمود هل را احد منکم البارحة الرؤیا، آیا دید از شما یکی خوابهای؟ باز از خواب سوال می کرد. پسی احادیث در مورد مسائل ثلاثه‌ای که ما بیان کردیم مذکور است و کتاب یا مسئله‌ای که جامعاً در این مورد نوشته شده از انحراف بعد السلام از برای امام، کتاب اعلاء السنن مجلد 3 صفحه 182. اگر کس مزید مطالعه تقاضا داره اینجا را ببینه. حدیث را پیش کرده که پیامبر صلی الله علیه و سلم ینصرف عن شماله، به طرف چپ دور میخورد. یا روایت دیگری هم وجود داره که وقتی که امام پیامبر علیه السلام نماز میخواند منصرف میشد به طرف چپ یا به طرف راست. این احادیث را همه جمع کرده. فرجع الیه، رجوع بکنین به این کتاب. دوستا انشالله این مسئله امروزه را به تمام میرسانیم و فردا این مسئله را بیان خواد کردیم که مکث طویل در مصلا بعد از او فرضی که عقبش سنت باشه رو به طرف قبله، این مکروه است در نزد فقها و انشالله ادله هم بیان میکنیم. بعد از او باز میرویم به دعای اجتماعی و تکریر دعا به 3 بار. انشالله بیاناتی در این مورد هم می داشته باشیم. جزاکم الله خیرا. السلام علیکم و رحمت الله و